سلام عرض ادب، عمرم کارتون بسیار باشه. به طبع اپیزود منفی صفر یا صفر این پلیلیست رو تماشا کردیم که ما در مورد چالش سنگینی صحبت کردیم که تو این چالش سنگین ما قرار هستش چندین تا هدف میلیاردی و میلیونی بزرگ داشته باشیم بذاریم بیس ماجرا، اصلی ماجرا و بین خودمون هم میمونه. یعنی قرار نیست به شما من بگم، شما هم به من بگیم. اما در طول روز سه برنامه‌ای داریم. به عنوان مثال من خوندن زبانو دارم، تمرین بیانو دارم چون گفته درمانی کار میکنم، بعد تمرین صدامو دارم، کار کردن با اپلیکیشن های معماریمو دارم، سرکار رفتارمو دارم. بعد ارزم به حضورتون که حالا باشگاه نمیرم ولی از مهر باید برم باشگاهمو دارم. بعد فیلم دیدنمو دارم، زبان خوندنمو دارم. مثلا 8 9 تا یا 10 تا کار هستش که من در طول روز انجام میدم و به صورت مستمر انجام میدیم. و امروز ارزم بازه که امروز چون که یه خورده اول کار بود و یک چنلان به مشکل خورده بود، امروز تمرینم و بیانم رو انجام دادم، صدامو انجام دادم، بعد ارزم حضورتون ویدیوامو ضبط کردم، تدوینشون کردم و کتابمو خوندم، ویدیوش هم ضبط کردم میذارم حالا بعدا. و کار با اپلیکیشن های معماری امروز طرحی نداشتم ولی انجام میدم چون باید برم خونه، لپتاپ خونه است. این از خلاصه برنامه امروز بنده بود و راضی هم هستم. شما هم اگر این چالش رو انجام میدین، این چالش 6 ساله است، یعنی 2190 تا ویدیو باید تو این اپیزود ما داشته باشیم و عرضم به حضورتون که زیاده، سنگینه ولی به پیشرفتش میارزه. الان من با تیر 24 تیر 1405، یعنی اول سالی که این چالش میگذره میشه 24 تیر 1406 و من اون موقع 22 سالمه، داره میشه نزدیک 23 سالم. الان 21 سالمه، 9 مرداد میشه 22 سالم. خیلی مخلصم، عمرم می‌کنم این محتوا لذت ببرید.